شاهراه حیاتی دوشنبه چناخ که چین در ساختن آن به تاجیکستان کمک کرده است. در کشور که 90% قلمروش کوهستان است، نقلیات زمینی وسیله مهمی به هم آوردن مردم و پیشرفت اقتصادی است. دوشنبه چناخ شمال تاجیکستان را با مرکز می پیوندد و تا به سرحد تاجیکستان و ازبکستان می برد. 80% راه را شرکت راه و پل‌های چینی از سال 2006 تا سال 2009 ساخته است. انوربک رحمتوف مدیر ترمینال مرام شهر دوشنبه که 10 سال است اینجا کار میکند، به خبرنگار تلویزیون دولتی چین میگوید که بعد بنیادی راه مسافران بسیار زیاد شدند. یک راننده دیگر میگوید که در این راه مسافر میکشد و مسافری بیشتر به معنی درآمدی بیشتر است. از مرکز دوشنبه تا سوخت که تقریبا 400 کیلومتر راه است، مردم پیش در 12 ساعت میرفتند. بعد باز شدن راه فقط 4 ساعت لازم است که از دوشنبه به خوجند برسید. در طرح دوشنبه چناخ مثلا ما 3000 نفر را به کار گرفتیم. شاهراه جایهای کاری زیاد آفرید و زندگی مردم را بهتر کرد. قلمروهای پیشین تاجیکستان در گذشته یکی از راههای اصلی شاهراه ابریشم بود و به یک بخشی طرح بلند پروازانه یک کمربند یک راه چین تبدیل شده است. این کشور حالا سرمایه‌گذار اصلی تاجیکستان است، ولی در عوض حق استخراج معدن‌های زیادی را به دست آورده است. اقتصاددانها هشدار دادند که به این کشور دادن طرح‌های عظیم اقتصادی در دراز مدت به نفع تاجیکستان نیست و آن را به یک منبع اشیاء خام برای همسایه بزرگش تبدیل می‌دهد.